نادرماه قدمشویوه مادر سیاستمدار و کارگردان معروف تاجیک دولت خدا نظرов و آوازخوان شناخته دلیر نظرov در 97 سالگی در دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با خانم قدمشویوه روز 8 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. نزدیکانش میگویند او چند وقت اخیر از بیماری رنج میبرد. ساعت‌های آخر، روزهای آخر گفت که کار گنده نکن. من همین خاطره آخرونه که از مادر یک وصیتی محترم من با اون گفت کار گنده نکن. نادرماه قدمشویوه همسر وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان مهربان نظرov می باشد. او در گذشته به حیث راوی رادیوی خاروق و مصحح نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. دوستان خانواده از او به نیکی یاد می کنند. گون کرده یک خانم مهربان رو مادر خانم که وای من خیلی دوست داشت. همیشه میگم زور جان شما پسر زور پسر من هستید. اما سه فرزند تربیه کرد، فرزندان آقای جناب که برای از ویا آدمان نیکی میبینند. مثلا یکی از آنها دلیر نظرov که در خوراک امشب گفت که بعد از مکتب میکشاید. نظر و دخترش میری که در الماطه زندگی میکنه. خود آدم بچه تربیه کردن یک کار کلان است. هر کس نمیتواند در این محیط هم خیلی بچه کنه. حیف که بعد شوهرش هم خدا رحمت کند مهربان نظرov آدمی خیلی مهربان بود. حیف که این کس یارو ترک کرد جنت شود. نادرماه قدمشویوه را در قبرستان سر آسیای شهر دوشنبه به خاک سپاریدند.